هم چوب به خاطر آتش کردن ماست. والله گلو همونجا چیزو بود. در دل طبیعت. بازم این جای بدل من نیست دوستا. ما در جای می رفتیم که باید در پالوی شیر خو میکردیم. مگر متاسفانه که موتر ما خراب شد دیگه. اما اینجا هم خیلی یک طبیعت که تایید است. و ادریس جان، ادریس جان بشناسین دوستا، این هم تیمم است. ما وزی با موتورسیکل دیگه بعد از این بخیر ولاگای ماجراجویی ما شروع میشه. و همچنان آرش جان او هم در این برنامه در این ولاگ هم تیم ماست 3 نفر هستیم و ولاگای دیگر شاید 2 نفر باشیم یا معلوم نیست دیگه حساب، اما 2 نفر خواستیم 100%. خب بریم بدوام. دوستا شام است و کمپ ما آماده است بخیر. همراه با خیلی کینک ما. شما نظر بتین که کمپینگ ما چطور است دوستا. و ماجراجویی شب شروع شد عزیزا. ببینیم که شب ما در اینجا چه قسم سپری میکنیم و چی چیزایی را میبینیم دیگه. توکل ما به خداوند و چراغ ما خیلی ضعیف هم است، هلیکین است دیگه. بخیر یک ذره آماده شویم، یک نان بخوریم، شکمار تایید کنیم. باز تاریکی که شد باز میریم سر از کوه بالا میشیم، میخواهیم که تجربه بکنیم شب در این کوه چی گپ میباشه، چی آرامش سکوتی است. آیا غیر از آرامش سکوت ما چیز دیگر رو میبینیم یا خیر؟ پس با ما باشین عزیزای دل. خدا کنه که از ولاگ ما خوشتان بیاید. آرش جان چوب آوردی؟ بیشکت است. این هم چوب به خاطر آتش کردن ماست. و این ساحه است که شب بخیر اینجا شب سپری میکنیم. بریم با پیش. کلی موتر بتی برما که کلی موتر گم نشه. او بچه اینجا هواست یک قسم. میبینی گلس بیخی. بیا این طرف. این چراغ وقتی که چیز رفتیم ظلمت، این چراغ از اونجا من خریدم دوستا. خیلی یک چراغ خوبش است. حالا مگم 4 چیز نگو، 4 زیاد نگاه نمیکنه. بعداً باید مرا تو چراغ تا که من پیش میرم. او بچه اینجا گل است. مات از بیخی کال غرق نشن یک دفعه. اوه ایلیکین ما گل شده. ادریس اوه چراغ ما روشن است دوستا. بیا که بریم پشت چوب. حالا که فرونر هم من اونجا به خدا آفرین موتر ما که نقطه آخر یک باش فرونر چی میکنه. اگر کمک دیگه برای خب بشکش در غیر از یه دیگه ای باید بند نمانه والا. راه است؟ یک پایمان دیگه پایه. تو خطر میشه من بوتای ما یکی او پر است. داخل موتر او بود یکی. دوستان ما شارت میگیریم برتان. بچه اینجا چوب است، این چوب خشکه. خشکشم اساس این چوب چراغ خورده خشک است.
ادریسی شاخ خشک است. اینمی شاخ خشک است. شاخهای خشک پیدا کنیم که اونو تو بخ تو بکو ادریس که بخو یک قسم نکدی آره. خیره صاحبش نبینه که نگوی تازه را میکنیم نمیگیم ما که به عقل نیستیم که تازه را بکنیم. تازه است؟ نه نیست دیگه. اون نو خشک شده. اونو بالاگکش هم خشکک است. تو را بکن ادریس که ما بریم. این یک بکنه. اونو یک را بکن. با بسیار مشکلات یک مقدار چوب پیدا کردیم. اینطوری یک هوای سرد است که بی حد و اندازه. واقعا من بسیار خنک خوردم و تا یک قسم مرا لرزه گرفت. ما داریم که چوب جمع کنیم و یک آتش در بکنیم و همچنان بخیر دیگه ما را پخته کنیم دیگه. آشنا شدیم. آرش جان دستمال کاغذی نداری؟ این پلاستیک او بشک والا عجب شایر انداختی. دهی تیل ایلیکای نمو بود. سگ آمد بخیر. ماجرای سگ شروع نشه یک دفعه. به آتش چسبید دوستا و در طبیعت آتش خیلی کیف میکنه. ایلیکای رو مردر نفرد ایلیکای از منبع روشنی ما دوستا امی آتشک نکنه که گرم شه و بخیر آشپزی میکنیم بچه ها. صحیح است نه؟ ادریس بچهش چراغ ما خلاص شد. بله ما و شما ماندیم و یک ایلیکای و یک تلفن. بالکل. آتش هم خوب شد داره گرم ما کرد که بسیار من خورم خورده بودم. فکر پس چی کنیم ادریس جان؟ بله. بریم سر آشپزی خود. درست. آشپزی رو بخیر انجام بدید. درست. این دودم بسیار خوبه در طبیعت که اوفا به خاطر که پشه یارا گم میکنه. آرش جان چارت گرفت؟ زنده باد. دیگه دوکای رئیسی بود. دیگه کاسه رو دیگه اینجا. این دیگه میشنیم اینجا. و دیگه کاسه خدا بخیر. بخور چی شیشتگیست؟ دیگر قیچی کفاز رو میده بیرمیده بخیر چی میکنه. فلو بردار ادریس بچهش کم نزدیک بیده دیگه بخیر دیگه همه چیزه که موضوع آشپزی بخیر رسید که دشنه شدیم نه؟ بطور یک کار کن ویدیو رو اونجا ست کبانشه که همین جمع ما کل ما بیاییم بیا خودت هم بشی که یک شدمو تو قصه کرده ادریس آرش جان تو هم بشی که اصاب مورم باشه قصه کرده گپ زده هم برنامه ما پیش میره و هم ساعت ما تیر شود. مقصد اون استند یک کمک خراب شده که نفته برو میرم کاش که میبودم اینجا باش میشه ادریس یا بیاره استند دیگر رو بیاره؟ نه میشه بیاره تو بالا نه که مانده میشی چراغ چارج کنیم ادریس پسان براییم در چیز در کووالی چیز ما زیاد چارج هم خدا به خدا در پاور بانک نمانیم بریم موتر اکسپرچه که خالی من کلیشه بکشم پاس موتر ما رو چی فرم شود پاور بانک بند چیز کلیشه بکش پس لاکش کن این سیار تایید گرفته بید تایید بشه موت کن که برو که موتر کس موتر نمیتونه خراب از داخلش هم چیز نیست نیست خلاص دیگه ما و توی دیس سفرهای خیلی چیز روبرو داریم سفرهای پر ماجرا خطرناک بخیر همین موتورسیکل ما گرفته شوه بله تجهیزات ما آماده شوه واقعا دوستا بسیار مشکل است بدون تجهیزات ما با تجهیزات کم خود واقعا آغاز کردیم توکل به خداوند پیش میریم و انشالله تجهیزات خودم پوره میکنیم یک موتورسیکل خوب تایید محکم میگیریم پرزجاتش هم زیاد پیدا شوه با مو ادامه سفرهای خود بخیر داشته باشید اما جای تاریک است نیست بله صحیح ما نورستان رفتیم دوستان باش براتون یک قصه کنم خسته نشین ما پارسال نورستان رفتیم دیگه تو جای بچه ها را گفتم بریم که دیگه نه تلفن باشه نه روی آدم ها ببینیم باید بسیار جای خطرناک باشه ما در یک جای کمپینگ کردیم دوستان تو خیمه هم نداشتیم ما از در پردای که تجهیز است از او داشتیم این نیست
بله او را که خود برده بودیم. خب باور کن که در یک جای ما خو کردیم، نه دیگه جای ما خود جور کردیم، نانیای خودم خوردیم، خو میکردیم. وایس یک چیز را دید. وایس یک چیزی را دید. فعلا مسی اون چیز. من فکر کردم چیز نیست. خیز دوید پشتش. دوید برآمد، ما هم از پشتش برآمدم. من دیدمش اونجا درخت‌ها بود. گفتم اونجا را رفتم پشت درخت‌ها بود گمشم. اینجا هست دیگه. بله بله بعد از این زیاد این چیزا در طبیعت یا هست. دیگه شب هم هست. طبیعت هم هست. بله بله طبیعت چیزا میباشه دیگه. توکل ما به خداوند، ما با اونا کار نداریم، اونا هم با ما انشالله کار نداره دیگه. دوستان ما یک ذره عجله میکنیم که بخیر پخته شوه و بخوریم و همچنان ولاگ ما خیلی طولانی شد. امکان داره که در دو بخش پخش شوه دوستا. با امیدی که براتون دلچسب باشه و بیننده ما باشین عزیزای دلم. چی کردی آرش جان؟ چی احساس داری؟ پیش میشک داره؟ از احساست بگو که امشب در این دل طبیعت چی احساس داری؟ آیا گاهی دیگه هم همچون یک روز شب تجربه کرده بودی؟ نکرده بودی نه؟ اولی شب است. خوشایند هست یا نه؟ خوشایند نیست. 100% مزه میداره. مرچ بگی دوستا سعی که چقدر مرچ انداختیم دیگه. ما یک ذره مرچ خور هستیم، یک ذره نه که بسیار زیاد دوستان بچه‌ها بکتیم باشه دیگه. نمون مرچ باشه و فقط ما باشم خلاص. دوستا ما نان میخوریم، یک تست هم میکنیم. ما تست بکنم تو هم تست کارش چطور است مزهش هم به دوستان میگیم دیگه که یک در اودار خودم ماندمش که اودار مزه میدار. واقعا مزه داره. همین طبیعت، همین تون لوبیا یک کیف دیگه داره والا. دوستان ما ویدیو را استاپ میکنیم، شما هم بیننده برنامه ما باشین. بعد از نان یکم پیش بیایید جان. دوستان ما ویدیو را استاپ میکنیم، مایی که ما چارچ هم خلاص کرده و بعد از نان بخیر بیننده برنامه ما باشین. ما میریم کوهنوردی میکنیم در شب، ببینیم که در شب کوهنوردی چی یک حس بر ما میده. پس منتظر باشین، مولانا بخیر رو جان میکنیم و برنامه را ادامه میدیم. چیز کنیم یک دانه دیگه که بگیریم و ولاغا با برنامه که ما باشه بسیار خوبش هست که بشود. دوستان ما نان نوش جان کردیم و یک ذره بلند هم گپ میزنم به دلیل از اینکه مایی که ما چارج خلاص کرده و میریم بخیر به ماجراجویی. بریم بخیر میریم ماجراجویی ده و کوهنوردی. یا الله بخیر میگیم که داخل نگایا دیگه بخیر میرویم به سمت کجا؟ ما منای در را کشیم کنیم. Oh والله المطار موندي وراش بله چراغ لایتت روشن که چراغ ما چارچش هیچ نیست پشت سرکوی نفتی. شما پیچه بایی ما میمونه این هم موقعی که معلوم نمیشه
والله دیگه لاش ماست که نفته نه نفت انشالله بریم. میگه من میرم بالا میکنم یکی دستتان میگیرم بالایتان میکنم صحیح؟ بیا برو بیا رگال آمدی بیا ایدریس یک دست تلفونه بگی یا الله خب راه کجاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم اوه بسیار باشد دوستا هفته دفعه هلیکای نمام کنش اوه چی لحشم بود چی بود اینجا لحشم بود سبزه بود لایتر بیا اوف اوه بومدش چیزه شده بود دو پلتی از یه مفتید بکن یا الله صدا از چی بود تایی؟ برو خیر است. صدا از چی بود؟ گپه نیست. گپه خب نیست خوب بود نفهمید که چی بود؟ همی آدم بود ما را میترسانه یا ایشکی هم چیز دیگه شاید چیز دیگری. نه؟ شاید چیز دیگری باشد. اینجا خواهی چیزی نیست دوستان ما یک صدا را شنیدیم مثل که یک چیز غور بزنه شما هم شنیدین من خیال کردم آرش آرق زده نه نزد نبوده؟ نه یا میگه یک صدا یک شکل یا بسم الله الرحمن الرحیم بریم همی چراغ مخچار چطور بگو میکرد این بسیار خوبیش بود بچه ها کارش بیا اینجا خب ما شما بالا بریم سعی کن پاشو از دم کامرا ویجا استاد شو نظر بده ایدریس تو هم نظر بده دوستا شما هم نظر بده اگر پیش بریم میریم اگر نیخوا مگم شب است هزار گپ است در بالا هم چیزی نیست چون ما دوستان یک صدا رو شنیدیم صدای خطرناک بود نه سگ است اینجا نه آدم است که ما را بترسانه مگم پیش بریم نه ای که بیننده های ما بگه والا میترسم نه خیر نمیترسم همه یک ذره دیگه پیش میریم مثلا راه پیش رفتن دیگه سمت این نیست بریم اون طرفا بریم راه پیش رفتن پیدا کنیم اجازه بریم بیا از کجا بریم؟ او بچه اینجا کوسی ده اینجا راه نمیشه نفتیم یک دفعه خطا نخوریم نه لخشی اونجا وقت یا تا شدن ناممکن است یکم ما خب میرم مقصد ما شدنش تا شدنش باز میری چبلی هم تر است او وضعیت تر است چرا کم کنیم پس میگن شما بریم؟ صبح بیاییم یک چکر صبح بریم؟ بله ما بسیار دوستا شوق به این داشتم که ماجراجویی بکنم سعی کنیم چراغ دوستی مرا تو پرت ما بیرون سکوره گرفتیم عجب یک چراغ میدونی؟ کسی هم نیست دوستا هیچ کس نیست کسی خب نیست بود کتک صدای عجیب بود او واسه کرد نمیریم ما شما من زان هستیم دوستا مقصد ما هم زان داریم در خون ما در رنگ ما هم خون هست بچه از الله از دیگه چیز ترس نداریم هر جایی که ترسیدن بدوین الله اکبر گفته بدوین سرش خداوند نام خداونده که ما در جایی بگیریم هیچ چیز دیگه استاد شده نمیتونه بیایید از این را خود طرفا بریم یک چکر بریم بیاییم یه بچه اینجا چوب بسیده والا یک چوب بارا مایده میکنه میبریم در میتیم آتش میکنه خوب چوب آتش هست
بسم الله گفتم میده کنه کلشه آرش کمک کن. بس است آرش با موتور جا کن واقعیت ما بعض یوتیوبرها رو دیدیم به خاطر جالب شدن برنامهشون بعض صحنه‌سازی های دروغ هم میکنن. مگه والا ما صحنه‌سازی نمیکنیم. همون صحنه که ما اونجا رفتیم همون صحنه که ما صدارشون رو دیدم نمیدونم چه حرفش سعی کنید چیزی نیست دیدید بعد چرا رو کامرای تلویزیون دوستا هم ببینه که یه چیزی نیست مگم یک چیز بگویید دوید بله صبر او بچه ما دیدمش با قرآن چشمش بوده چشمش بود با قرآن چشمش بود بالا را اینا تو ما یک چیز دیدم ما هم دیدمش با قرآن چشمش بود دوستا اونجا چشم بود والا ما دیدمش او بچه با خدا ای بچه در زیر چراغ ما معلوم شد هیچ چیزی نیست واقعا که همیشه نه چیز راه نمیاد نه این نیست راه هیچ یک چیز دویده است را خوب در شما خوب باشه کدام چیز نباشه خورم زد سر ما حیوان نه حیوان باشه دیگه نشه کار برای برای این چوبا رو خیلی ما بگیرین دیگه ما یه دیگه خودم میگیرم مگم یک چوب خطرناک باید داشته باشه وسیله وسایل وای اوه والا قصد بخش تکلیف چیزم دی طرف خنده میکنه دوستا پس میریم به خیمه ما و بقیه ولاگه اونجا پیش میبریم دیگه ما چیزا رو جمع میکنیم اونجا آتش میکنیم یک چای هم میخوریم بیننده ما باشین تا ای که سر شب است آسان شب دوستا دعا کنید چیز نبیه دیگه حالا من مقصد دروغ نمیگم اونجا غارش شونیدم اونجا مدام زیر لای چراغ چشمش دیدم آرش هم دید آرش هنی مرا کامera رو به من بده تو چی رو بگیری دیس یا الله یا الله الله اکبر الله اکبر بریم بچه ها الله اکبر آرش اون طرف است را بیا این طرف بیا یسو بیا میگم الله اکبر رو باشه جا کدام چیزی هست والا دیدی صدایش شنیدین دوستا اگر مایک ما می بود مایک ما اگر می بود به خدا شما هم صدا رو میشنیدین او بچه یک قسم غم بس کرد ها او بچه بیا ادریس بریم زود خدا به خیمه برسونیم بچه و در خیمه هم باید است شو یک مقدار سلو بیدار خو باید باشه ما بچه که مفتی بیا الله اکبر والا جالب است برای من واقعا جالب است به خدا جالب است وای ادریس
تو چی فکر داری؟ چه خنده داری؟ به خاطر ایدی الله اوه بسیار بجا است بجا رفتی او بچه ایره غوره سب آی دیس یا ویدیو رو بگیره رکتان دوستا من بسیار باید نفسم پس زدی دریس یا الله بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم میدریس بیای طرف لا اله الا الله الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد له الملك وهو على كل شيء قدير ما میفهمی چی شدم؟ ما تخته با پشت خوردم یک تکه نفسم بند شد او یک قمه خطرناک خوردم ادریس اگر کدام سنگ در پشت می بود دیدی مرا؟ من چرا آقا من بده بسیار خطرناک بود به خدا بسیار خطرناک ما چرا ما افتیدیم اینقدر ما خودت کس پای نداره هنی؟ آی دوستا خدا فضل کرد سر ما والا من نمیفهمم والا و بلو همونجا چیزه بود ما در میچ لایت که انداختم باش من ویدیو را چک کنم در ویدیو اگر آمده باشه چون خیلی دور بوده و کوی او طرف چشمش هم دیدم مثل که در چشم یک ایوان که لنز پرتی بازو روشن شوه اون یک چیز بود در گرفتم فهمیدین دوستا واقعا خیلی ترسناک بود و در زمین این افتیدنه که ما کردم اوه هی ادریس هم افتید آرش هم افتید آرش نفرد اومدی از خدا در گرفتم واقعا ترسناک بود صدا این صدا در میپیش درخت غوره بود بله اون واسه نمیدونم تو که غوره خورد این نفس تنگ شد من غوره خوردم من غوره را که یک تا خوردم افتیدم این توی خطرناک مدام زندگیم این بار دوم بود که می رقم افتیده بودم یک وقت خورد بودم همون تو تخته با پشت از یک جای افتیدم یک رقم من نفسم بند شد هیچ گپ زدن نمیتونستم من اینجا ممت شده بودم این وقت رساده میگم که اینجا نکن ما میفهمیم که در آخری شو است غرض نمیشه که میخوردی میرفت بله سه تا که کنده بودم یک تاش نو جویدم ویدور تاوری بگی که من بیان قسم میکنم که یک تا که خوردم اما سیوم ارزش در دارم انداختم یک تا که چی شد افتیدم من اما تو افتیدنه که بگویم کیل شدم در زمین خوردم با اونجا درک فضل که دو بچه که سنگ من در زیر پشت می بود بسیار ما و گار میشه اونجا ما درک واقعا کردم بیافت درک دستم ایلو دستم ندیم درک ایلو لفظه من تو سر تو اومدم نمیجویم ما بودم نمیجویم خدا گرفتم من بروی قریب گرام تو چی میگی میشه که دوستا هم از قصای ما مستفید شوه اینجا بشه کی جواب داور بشید تو بچه‌ها که ادریس تو هم تاور ویدیو بگید که دوستا از قصای ما با خبر شوه واقعا ما تعجب کردم بود صد براس از اون من تمام نشنیدم اگه من تمام نشنیدم دیگه تمام نشنیدم مگر کل ما شنیدیم دیگه که من میره سلفی بگیرم صدای ما به یک صد دور رفته بسیار ادریس تو چی شنیدی یا نشنیدی؟ نمی پیش درخت غوره ببین من که گفتم ایران نیست از خاطر از من گفتم کم پیش بریم راه را تبدیل کنیم ما مورا که وارش چیز خاص آره دلش بود از مورا بره خاطر از من گفتم پیش بریم خیلی یک صدای غور داد غون داد من شنیدم دو بار گفت چوبش خطرناک است چوب آرش خطرناک است نفر باشه
والا واقعا که امشب یک شب پرهیجان بود والا برای هی خوبشی تکو بالا نشدیم والا اونا بچه‌ام تا شدن خوب عجله و عجله دوستان من نمی‌فهم چی میگفتم گفتم یادم رفت ما با ولاگایی که ما ساهای خیلی دوردست میریم واقعا دل گرده میخواهی و جرأت میخواهی و ما میریم و همکارای دیگه این آخر رفتن و ما میریم و میبینیم که در کجا چی چیزا رو میبینیم و بیننده قسم میکنیم دیگه خدا کنه که دوستا برنامه ما یک در نزدیک مدت صدای ما بشنوه که با هوا ما صدا فهمیده نمیشه دوستا خدا کنه که برنامه ما خوشتان بیایه ولاگ ما خوشتان بیایه برنامه ماجراجو رو تعقیب بکنیم انشالله ما در طبیعت شب و روز به جاهای میریم که اصلا آدم نباشه خود بگوین امشب کسی که ولاگ ما رو دیده میفهمه که موتر ما در یک دقیقه او شد موتر ما خراب شد مجبور شدیم کیجا باشیم مگر خطرناک بود به خدا ما در قله های کوه نورستان شب تیر کردیم به این شکل شب ندیده بودم اینمی صدا رو من شنیدم همین چشم ما دیدم میگه چیزی بود بله بود ما آخر من 3 دفعه دیدم بله او باشه شد تو برای فیلم است من نیستم ما گفتم در واقع تا چیز یه فرق داره او واس داره فقط گرگ نه گرگ نه یک سویا ور کسی که به ما چنو یک دفعه استی بشه گرگ چی میکنه دیگه گرگ مرد نمیکنه صدای رقم بود یک صدای خراس بود دیگه بیا توکل ما به خداوند دوستا مرا پیش ده کامera که ما دوستا ادامه ولاگ فردا بخیر ویدیو میگیریم بیادر ما از رفتیم از کجا جمع کردیم چوب دیگه خوب از در میگیره ادامه ولاگ ما را دوستا فردا بیننده باشین اگر احیانا در جریان شب ما کدام موضوع جالب میبینیم ولاگ ادامه میتیم و حتما ویدیو میگیریم در غیر از او ادامه ولاگ بخیر فردا ببینیم که فردا هم بعض پروگرامایی داریم که باید انجام بدیم به او دلیل بیننده ما باشین دوستای عزیز و همچنان سیدزاده میدیا را سابسکرایب کنین دوستای عزیز ما بر شما جالبترین و بهترین برنامه رو تقدیم میکنیم و تقاضای ما شما دوستان و مهربانای ما همی است که شما سیدزاده ویدیو رو سابسکرایب کنید همراه با دوستایتان شریک بسازید جهان سپاس از شما مهربانایی که ویدیوهای ما رو سعی میکنین و سابسکرایب میکنین اینجا هم دیگه جدرش انخواه است آماده تا که بخیزانمش این هم این جدر ما این هم آرش عربی شد بوده خواه است بخی آرش جنر بخیر جنر بخیر صبح بخیر بخیر صبح شده من اینجا میام من سلام دوستا صبحتان بخیر خدا کنه خوب باشین و شب پر ماجرایتان بخیر گذشته باشه اگرچه من میخواستم که صبحکی وقت بخیزم و از طلوع آفتاب بعض ویدیو بگیریم اما متاسفانه که نتونستیم چون که یک ذره مانده شدیم شب و ما افتیدم یک ذره اوگارم شدم دیگه به مو دلیل نشد و بخیزیم آرش جان دیگه یکان ریفرشکاری کنیم خدا بخیر و همچنان یک صبحانه جور کنیم یک ذره محیط خدا پاک کنیم قیمگه که خدا پل کنیم دوستا ادامه ولاگ بخیر بیننده باشین تا ای که بخیر ما صبحانه هم جور میکنیم و همچنان بیم کلانه که مرا گرفته ای است که موتر خراب است دیگه موتر از او ما رو آورد مجبور هستیم که از این ما رو ببریم پیلا کرده
و من میخوایم نظری آرش داشته باشم که شو چطور گذشت، چی احساسات داشتی آرش جان؟ باید که بگی بگو آقا دوستان مثل که دارم بگیم سلام دوستان عزیز، امید که خیر سلامت باشید و شب خوب، شب یک پرماجرا، خوب یک شب خاص، شب دور داشتنی. خواب چطور بود؟ خواب بود؟ والا خواب بردنه خوب صحیحه؟ خوب سایه خوب آرام خواب برده مونده خوب شد دوستا. امی خواب واقعیت خو بسیار کیف کرد و صدای هم است بیتی اصاب ما را آرام کرد بگه والا. میخوایم دوستا در مورد احساس خود و در مورد از این که امشب چطور یک شب بود بر ما و چی احساس داشتیم میخوایم چند کلمه گپ بزنم براتون که واقعا که یک شب بسیار دوست داشتنی بود، با وجودی که ما جایی که افتیدم بسیار روگار شدم دوستا. حالا ما پشت ما سعی نکردم بچه ها گفتم یک سعی کنیم که همین پشت ما چه رقم از جا درد میکنه، تقریبا یک نمه قدر جای پاره شده و این قدر جای پشتم هم همین تخته پشتم کاملا سرخ گشته دیگه، اما بازم خیلی خوش گذشت و واقعا کیف کردیم. به امیده که شما هم از دیدن این ولاگ ما کیف کرده باشین و لذت برده باشین. اگر کدام پیشنهاد یا کدام انتقاد یا ای که اگر کدام جای را شما میفهمین که به خاطر ماجراجویی یک جای بسیار عالی است، یک موقعیت خوب، یک مکان خوب یا یک جای پر رمز و راز است، شما میتونین که در کامنت آدرسش بر ما بگوین. انشالله ما پیداش میکنیم و ولاگ ماجراجویی هفته بعد ما در اونجا ترتیب و تنظیم میکنیم انشالله. دیگه صبحانه را خوردیم بخیر دوستا. ما دوستا ما حرکت میکنیم. مگم تربوز ما رو نخوردیم، تربوز هم باید بخوریم. دوستان ناگزیر ما امرایتان خداحافظی بکنیم و یک چند تصویر از جریان که ما موتر چه قسم میبریم هم براتون نشر میکنیم. بیننده ولاگای ما باشین دوستا. تشکر از تمامیتان که ولاگ ما را تا ایدم تماشا کردین و با ما بودین دوستای عزیز. چینل ما را سابسکرایب بکنین تا ای که ما بخیر با نقطه های دوردست ما برنامه داریم، ولاگ داریم و ماجراجویی داریم دوستای عزیز. اوقات خوب و خوش میخواهیم برتان. خداوند نگهدارتان.